این نظام جمهوری اسلامی نیست که مانده، این شما مردم هستید که به خاطر به اصطلاح منافع آنی خودتون و حتی بی توجه به منافع آتی خودتون باعث ماندگاری این نظام شدید. یک بحث حاشیه دیگه رو هم براتون مطرح بکنم. آماری دیروز منتشر شده. این آمار میگوید که عملیات عمره مفرده در سال 90-91 تا حدود 50 روز دیگر با اعزام 750,000 زائر به عربستان، خانم آقایون 750,000 نفر از هموطنان ما، یعنی یه چیزی حدود 1/100 مردم کشور ما فقط به حج و عمره میرن. حالا این 750,000 نفری حدود 5 میلیون تومان باید به اداره اوقاف بپردازن و باید حدود 5 میلیون تومان هم با خودشون میبرن برای خرید و سوغاتی و این حرفا، یعنی هر نفری حدود 10 میلیون تومان هزینه میکنه. خانم آقایون، کشور گرمانده ما، جامعه فقیر ما امروز برای اینی که خیلی حیرت انگیزه، اصلا من به شما بگم، من اگر دیوونه نشدم تا حالا یا اگرم شدم خودم خبر ندارم، باید دنبال دلیلش بگردیم. کشوری که به ما حمله کرده، زندگی ما رو نابود کرده، تمدن ما رو از بین برده، ثروت ما رو غارت کرده و همین الان دسته دسته هموطنان ما رو داره در داخل کشورش اعدام میکنه. 750,000 تا توریست ما در یه فرصت کوتاه داریم به اونجا میفرستیم. اگر محاسبه کنید هر نفر فقط 10 میلیون تومان هزینه داشته باشه که بعضا اینها رقمش خیلی بالاتر خواهد بود، چیزی حدود، به خدا نمیتونم رقم رو بخونم، 75 به اضافه 11 صفر 7 تریلیارد و 500 میلیارد تومان، یعنی 750,000 نفر، این 4 تا صفر، 10 میلیون تومان به اضافه 7 تا صفر میشه 11 تا صفر رو بذارین جلوی 75. این مبلغ پول از سرمایه ملی ایران، از سرمایه کشور ایران تحویل عربستان میشه. برای چی؟ حج عمره، نه تازه حج واجب. و خدا میدونه که وقتی این زوار وارد بازار عربستان میشن، چون من این رو در سوریه در بازار دمشق خودم به چشم خودم دیدم که این فروشندگان چجوری با این خریداران ایرانی برخورد میکنن، چقدر توهین‌آمیز، چقدر با بی احترامی. چرا؟ حالا نکته دیگری براتون بگم، الان کسانی هستن که دارن ثبت نام میکنن که 5 تا 10 سال دیگه تو لیست نوبت باشن که برن به حج و عمره. 5 تا 10 سال. چرا؟ براتون عجیبه؟ عجیب نباشه. وقتی که شما، یعنی آقایون آمدن یه سری ارزش ها رو مطرح کردن، یه سری ارزش رو تو جامعه مطرح کردن و گفتن اینها ارزشه و آرام آرام ملت پذیرفته. این ارزش نیست که شما در یک شهری، در یک محلی یه انسان خوبی باشی، یک انسان خدمتگزاری باشی، بری مدرسه درست کنی برای بچه های اون شهرت. این ارزشه که باز رفته باشی عربستان، برگشته باشی عنوان حاجی پیدا بکنی. حاجی، حاج آقا یا حاجی خانوم در جامعه ما یک ارزشه. خیلی کشورهای دیگه هم هستن همین حالو دارن، اما حداقلش اونه که اونا در کنار این ارزش ها یه سری ارزش های ملی هم دارن. ما همه ارزش های ملی رو از بین بردیم، خیامی رو فراریش دادیم،
آقای دلال فرض شده ثروتمندمون، خدمتگزاران جامعه آدمای بدی هستند، آدمای گمنامی هستند، آدمای ناشناسی هستند، اما متقابلا یه نفر هر ریایی هم که کرده، هر سرقتی کرده، هر زنایی که کرده، هر دزدی که کرده، رفته عربستان برگشته اومده شده حاجی و از امتیاز برخوردار شده، در حالی که خب واقعا یک لحظه بنده استدعا میکنم از هموطنان عزیز و مسلمان خودم، بیاید یه لحظه خودتون رو جای خدا بگذارید. خداوند به انسان عقل داده که فکر بکنه. شما خودتون رو جای خدا بذارید. اون خدایی که با این خصوصیاتی که به ماها معرفی شده و ماها میشناسیمش، اگر بنده بلندشم 10 میلیون تومان هزینه کنم برم به عربستان و یه مراسمی رو به جا بیارم، از من راضی تره، من انسان بهتری هستم، یا این 10 میلیون تومان رو صرف این بکنم که 2 تا جوونی که نمیتونن زندگی مشترکی داشته باشن، یا یه جوونی که احتیاج به سرمایه برای کار داره، این رو به او بدم که او بره یه سرمایه درست بکنه. اگر 10 تا حاجی جمعشن دور هم، پولاشون رو بذارن روی هم، برن یک مدرسه در یک روستایی بسازن که این بچه های روستایی مجبور نباشن توی زمستان، توی برف، توی باران راه بیفتن کیلومترها تا برسن به مدرسه، این اثرش پیش خدا بهتره یا اینی که شما بری و بعد در مکه حاجی بشی؟ ای قوم به حج رفته، کجایید؟ این به دست نمیاد مگر اینکه شما مردم بنشینید. معنیش این نیست که بیاد به مراسم حج بی احترامی کنید، نه، ولی یه واقعیتی وجود داره. واقعیتش این است که کشور ما، این فقط من نیستم که استطاعت دارم، من وقتی استطاعت دارم که همسایم گرسنه نخوابیده باشه، من وقتی استطاعت دارم که تو فامیلم آدم بیکار وجود نداشته باشه، من وقتی استطاعت دارم که یک مادری به خاطر اینکه بچهش برای 1 میلیون تومان بدهی افتاده زندان شبا خون گریه نکنه. به خدا راضی نیست. من نمیدونم آیا واقعا میتونید یک لحظه چشم خودتون رو ببندید، فکر بکنید اگر یه آدمی که داره میره حج عمره این پول رو برداره بره توی زندان، بگه آقا یک کاسبی جزئی که به خاطر صدور چک بلامحل به زندان افتاده، خدایا من اومدم پولی که بدم بیام خونه تو بدم این زندانی رو آزاد بکنم که بره سر زندگیش و بالا سر بچه‌هاش باشه که بچه‌هاش به فساد کشیده نشن. من از شما میپرسم خدا کدوم رو قبول داره؟ بذارید پام رو فراتر بذارم. به اون خدایی که ستایش میکنید، اگر انسانی وجود داره که از شکم گرسنه‌ای با خبره، اگر از نیاز یک خانواده با خبره، برود و سرمایه‌اش رو توی کشور عربستان خرج بکنه، به زبان همین آقایون آخونده عرض بکنم، جاش در قعر جهنمه. یعنی این آدم در نهایت ظلم، در نهایت خودخواهی و جاه طلبی برای کسب عنوان حاجی که میخواد از این عنوان سوء استفاده کنه، چشمش رو به مسائل جامعهش بسته. کدوم یکی از شمایی که میخواد برید مکه توی فامیلتون آدم نیازمند ندارید؟ مردم نگاه کنید، برای حج عمره 750,000 نفر، 873 نفر عضو این خانواده، 750,000 نفر پیشا پیش رفتن پول دادن که بهره این پولی که اینها به عنوان سپرده تو بانک میسپرن خودش یه رقم هنگفتی است و از محل اون اداره اوقاف ماشین خریده، خونه خریده، ساختمون خریده. سرتون رو تکون ندید در جهت تایید حرفای من.
این حرفا رو تایید کنید. امروز حاجی بودن یک جرمه، امروز حاجی شدن یک خیانته، امروز به مکه رفتن خلاف رضای خدا عمل کردنه. امروز در حالی که در شهر تو، در خانواده تو، در کشور تو شکم گرسنه‌ای هست، بچه چند ساله گرسنه‌ای هست، بچه‌ای بدون شیر خشک است، زنی هست که به خاطر تأمین نیاز فرزندش کنار خیابون میسته، پدری است که بچهش رو برای تأمین معاش زندگیش عرضه میکنه به مردان دیگه. به خدای ایران سوگند، مکه رفتن تو عین جنایته، عین خیانته. مردم یه لحظه به خودتون بیاید. نمیدونم چی به سر ما مردم اومده، نمیدونم زندگی رو ما از چه چشمی نگاه میکنیم. من اصلا وارد این نمیشم حج خوب یا بد، من دارم راجع به استطاعت صحبت میکنم، یعنی همین بحثی که علما و مجتهدین راجع بهش صحبت میکنن. چه ملتی مستطیع استطاعت داره که بیاد این هزینه هنگفت رو برای زیارت خانه خدا بده، که اگر خانه خدایی وجود داشته باشه. برید ببینید، برید بخونید. والا به خدا، به همون پیغمبر، این مراسم حج خیلی از سالها قبل از رسالت پیامبر در مکه اجرا می شده و تنها برای گردش اقتصاد عربستان هر سال قبایل عرب می آمدن به مکه. اونجا اجناسی که داشتن، این تلفن ها رو بگید، در مکه جمع می شدن و اونجا معاملات بازرگانی می کردن که اقتصاد جریان پیدا بکنه. محمد هم باهوش بود، آمد این مراسم رو تحت عنوان حج کماکان حفظش کرد. چطور من این خانه رو خانه خدا ندونم؟ چطور تو خانه‌ای که تو نشستی از مالکیت خدا خارج میکنی و فکر میکنی خدا صاحب اون خانه است؟ وقتی خدا رو صاحب اون خونه میدونی، یعنی خونه تو دیگه خونه خدا نیست، خونه توه. گفتم اصلا نمیخوام وارد این بخش از قصه بشم که آیا حج درست است غلط است، اصلا اون بخشش رو من کار ندارم. من وارد اون بخش استطاعتش میشم که یک موضوع شرعی است. چرا علماء ما، چرا مجتهدین مسلمان فتوا نمیدن و حج رو حرام نمی کنن؟ امروز در وضعیت جامعه ایرانی حج حرام است. حالا من از جنبه مذهبیش هم خارج میشم، میپردازم به جنبه ملیش. آقای جمهوری اسلامی بی غیرت، آقای وزیر خارجه بی همت، آقای رئیس جمهوری بی دولت، آخه چجوری است که شما هر بلای سرتون عربستان میاره سکوت میکنید؟ خیلی جالبه، کاندیدای اخوان المسلمین که پیروز شده در انتخابات، آقایون تا دیروز سنگ به سینه میزدن که احمد شاه رئیس جمهور نباید بشه، فلان نباید بشه، آقای مرسی باید بشه چون ریش داشت و از جامعه اخوان المسلمین بود. و امروز آقای مرسی گفته که من کاردار جمهوری اسلامی رو نمیپذیرم. میدونید چرا؟ گفته جمهوری اسلامی اول تکلیفش رو باید بره با کشورهای خلیج فارس روشن بکنه. دستمزدشون رو داد، کاردار جمهوری اسلامی رو اصلا نپذیرفت. آخه این بی غیرتی، این بی همتی، این از کجا به ملت ما؟ فرق نمیکنه در مورد خودمون هم صادقه. چرا من باید برم پولمو بدم به بانک که با بهرش بخوام زندگی کنم و فکر نکنم این پول من باعث شده است که این حکومت بتواند فرزند من رو به زندان بیاندازه؟ چرا این فکر رو نمی کنم؟ اون وقت در کنار این ارقام
در کنار این پرونده های گشوده شده که آقا 130 میلیون دلار در سال فقط صادراتشه، یه قاتل، یه جانی، یه تروریست. بیام بشینم ببینم شهرام همایون داره پول جمع میکنه، 30,000 دلار پول هاتبرد بده. شهرام همایون خیلی آدم بدیه. از شما میپرسم امروز وجود یک تلویزیونی با این خصوصیات نیاز جامعه است یا داشتن یک مسجد دیگه، یک کنیسای دیگه، یک کلیسای دیگه؟ امروز ما مدرسه میخوایم، کلینیک و بیمارستان میخوایم یا مسجد میخوایم؟ این بیماری که تلفن ها میتونید بذارید رو صفحه، این بیماری که سراسر وجود ملت ما رو گرفته، که به زبان چیزی میگیم، به دل چیزی میخوایم، به عقل راه دیگری میرویم، متاسفانه ما رو توی بنبستی قرار داده. طبیعی است آدمی که همه سرمایه‌اش رو تبدیل کرده و برده توی بانک‌های جمهوری اسلامی گذاشته و سر ما میخواد بره اون بهره رو بگیره که زندگی بکنه. من چجور میتونم از این توقع داشته باشم که بیاد در مقابل ظلم قد علم بکنه؟ طبیعی است وقتی ملتی 750,000 نفر راهی حج عمره میشن، من چجور به آقای خامنه‌ای بگم آقا اون شفیع رو از گردنت باز کن؟